آقا سلام، من امیر یونیکم و به یکی دیگه از ویدیوهای چنل خودتون خیلی خوش اومدید. آقا قبل از هر چیز واقعا شرمنده به خاطر پایین بودن سطح گیم پلی، چون دیگه سیزن جدید شد و سنسا میریزه به هم و من حالا وقت نکردم سنسمو بچینم درست، ولی خب بازم با این حال برای شما گیم پلی در آوردم تا زدلگو بهتون بدم، چون خیلی ها داخل چنل تلگرام نظر سنجی گذاشتم زده بودن زدلگ و لگ داشتن، گفتم گیم پلی رو در بیارم و براتون بذارم. و قبل از هر چیز ممنون میشم ازتون چنل رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، یه کامنت انگلیسی هم بذارید. آقا ببینید، آموزش زدلگ ویدیوی امروز و آخر ویدیو گذاشتم و به اضافه فایلش رو داخل چنل تلگرام میذارم که لینکش رو داخل کامنت ها پین میکنم و ممنون میشم جوین چنل تلگرام شین تا حالا یه حمایتی هم از ما کرده باشین. و حالا اگر ایده ای نظری چیزی داشتین تو کامنت ها بگین، حتما به تک تکشون جواب میدم. شما به این 3 برنامه نیاز دارین که اینم اپ کیلره. خب اول وارد این میشیم. این 3 برنامه رو داخل یه پوشه میذارم که اون پوشه رو تو چنل تلگرام حتما بعد از آپلود شدن این ویدیو میذارمش. اینجا دنبال این اپلیکیشن میگردین، حالا پیداش کنم. اینی که الان دست روش نگه داشتم و گزینه دوم انتخاب میکنید، میرید همچین صفحه، باز گزینه دوم رو میزنید، یکم منتظر میمونید و کال آف دیوتی موبایل رو انتخاب میکنید. خب ببینید این تیک رو روشن کنید، اینم بذارین رو آخری، اینم روشن کنین تیکشو، اینو بذارین رو نیم. خب اینم که 2 مونده به آخری، بذارید این 2 تیکر هم روشن کنید، اینم رو آل، اینم رو اولی بذارید و خب اینا هم که همونه، دست نزنید و میرسید به اینجا. اینا رو روشن کنید، این 3 گزینه رو. خب الان جای اصلی همین 4 گزینه است که لگتون رو میبره. این متن رو من کپی میکنم براتون تو چنل میذارم. میاین اولی رو کپی میکنید، اینجا پیستش میکنید طبق آموزشی که الان میبینید. دومین متن رو اینجا پیست میکنید، سومی رو اینجا، چهارمی رو اینجا. بعد از این میاین این تیکو روشن میکنید، میاین پایین اینو روشن میکنید، اینم روشن میکنید و اینم روشن میکنید. همین، به همین سادگی. و قبل از بخوایم برین داخل بازی میاین تو اپ کیلر، کیلو میزنید، حالا زبانم هم درست خوب نیست، اینو میزنید که بریم برای دسترسیش اینجا رو میزنید، بعد اینجا اپ کیلر رو انتخاب میکنید. حالا برای من روشنه، هر دفعه که این کارو میکنید باید یه خاموش روشنش کنید. دسترسی رو بهش میدین،
و میایم بیرون و اینجا این گزینه رو میزنید. حالا اگر من بزنم تمام برنامه بسته میشه و حالا ریکوردم هم قطع میشه. اینو میزنید، منتظر میمونید تا این عدد 44 صفر بشه. وقتی صفر شد تمام برنامه رو میبندیم و وارد کالاف میشیم. به همین راحتی. تا یه آموزش دیگه، خداحافظ.